خب اتوبانه چی بود؟ همت قربان بود؟ نه استاد قربان اینجوری مثل قایق درست کردی ها. درست کردم همون قایق من در بیاد. کو نگاه این چی بود؟ اینجاش نگاه کن گود نگاه بچه ها خودتون. بابام درست دیگه. تو رفته اینجا. حیوان استاد قربان تر زدی ها. این سوراخ چیه این وسط کار؟ تموم شده. تموم شده. بچه چطور شده؟ اتاقا که کلن تموم شد. حیاتمون هم که تمیز کردیم موقع درختکاری شد. این قسمت رو بتوناشو ریختیم. اینجا بتون شد. این ور فقط باغچه‌مون کفسازی هامون مونده. اینم که اتاقای 10 تا اتاق داریم 10 تا هم حمام دست.